سلام بریم با هم دیگه شروع کنیم. بعد از دختر مقدماتی که با هم دیگه کاملا یاد گرفتیم، حالا بریم سراغ گل‌های اول مقدماتی و حالا به قسمت پیشرفته کارم میرسیم. برای شروع کار ما گره فرانسوی رو با هم دیگه توی دختر مقدماتی بهتون توضیح دادم که چطور باید بزنیم. الان ببینیم با گره فرانسوی چه گلی میتونیم درست کنیم. اولین گلی که میتونیم با گره فرانسوی درست کنیم اینجوریه که مثلا بیایم یه گره فرانسوی وسط کار بزنیم، بعد دور تا دورش رو حالا با 4 الی 5 تا گره فرانسوی بیان پر کنیم. خب این طرحی هم که حالا میبینید، ببین بچه‌ها، من اومدم تقسیم بندی انجام دادم 1 2 3 4 تا خط، اومدم دور تا دور خطام اینجوری وسط از مرکزم رد کردم و دایره‌های فرضی اومدم کشیدم اینجاها رو، برای اینکه کارم مرتب باشه. اگه خطکش از این خطکشای اینجوری دارین با خطکش حالا یکی از سایزاشو انتخاب کنید، اگه ندارید با دست هیچ کاری نداره. مثلا بیاین اینجوری یه دونه دایره بر خودتون بکشین، گلاتون رو توی دایره بعد بیاین ترسیم کنین، اینجوری کارتون مرتب تر میشه. که حالا این بومو حالا ما داریم دیگه، به جای اینکه بیایم شلخته هر گل رو یه جا بدوزیم کارمون مرتب نباشه، میخوایم گل‌های مثل دختای مقدماتی که اومدیم توی یه قلب همه رو تشکیل دادیم مرتب نگرش می‌داریم، این گل‌های اولیه‌مون هم اینجوری میایم به حالت خیلی مرتب یه کارگاه اینجوری انجام بدید. خب برای اولین گلمون بعد بیان وسط کار رو سوزنمون رو در بیاریم و شروع کنیم به گره فرانسوی زدن. گره فرانسوی رو کامل بلدین. گفتیم اگه میخوایم گره فرانسوی کوچیکی داشته باشیم دو دور میایم نخو میپیچونیم و اگه هر چقدر بخوایم گره فرانسوی بزرگتری داشته باشیم باید تعداد پیچش دور سوزنمون بیشتر باشه. خب من الان 3 بار میام این نخم رو دور سوزنم میپیچم کاملا با این دستم ببین با این دستم اینو میکشم کاملا و سوزن رو میبرم داخل تا یه گره فرانسوی بزنم. ببینید به این صورت. الان گره فرانسوی وسطم رو زدم، حالا دور تا دورش هم دوباره میام با گره فرانسوی پر میکنم و اینجوری یه گل 5 پر حالا یا 6 پر هر چقدر دورش بهتون اجازه داد میتونیم بیاین گره بزنید. ببینید به این صورت. ما الان یه گل 5 پر داریم. خب با گره فرانسوی اومدین تشکیل بدیم. چه خیلی هم پر کار برده. مثلا برای پر کردن فضاهای خالی حالا بین پترناتون میتونید از این گل استفاده کنید، یا حتی میتونید به جای اینکه وسط کارم بیان گره فرانسوی بزنید مثلا بیاید از این منجوق ریزا استفاده کنید. خب وسط کار از این منجوقا بذارید بدوزید یعنی و بعد بیاید دورش رو گره فرانسوی بزنید. بستگی به این داره که کجا میخواین از این مدل استفاده کنید. برای پشت طبق روال همیشه میام میبرم نخم رو و اینا رو از هم جدا میکنم، دو دستش میکنم و اینجوری میام به انتهای کارم گره میزنم. برای همه کارا حتما گره پشت کار رو بزنید، نخو همینطوری رها نکنید بذارید بعد وسط کار دارین مثلا میدوزین گلا از هم در بره. قشنگ آخر کار 2 تا گره بزنید، نختون رو کوتاه کنید، پشت تپ میشه. خب بچه‌ها گل بعدی که با استفاده از گره فرانسوی و کوک ساده‌ای که یاد گرفتیم الان میتونیم دوباره بیایم یه گل تشکیل بدیم. ببینید من الان وسط کار یه گره فرانسوی زدم، گره فرانسوی دی کامل بلدین و ببینید میخوام بیام ببینید نخم رو برداشتم، حالا رنگش فرق نمیکنه، میام از این قسمت سوزن رو میارم بیرون و به حول محور این گره فرانسوی میام شروع میکنم به زدن کوک. ببینید حتی با گره فرانسوی و کوک‌های ساده هم ما میتونیم بیایم یه گل تشکیل بدیم. قشنگ حول محور گرهمون میایم شروع میکنیم به کوک زدن. خب اول کار برای اینکه کاملا حول محور باشه و گرد بشه میتونین با فاصله یه ذره از هم فاصله بدید، کوکاتون رو دور تا دور کار رو بیاین اینجوری کوک بزنید. بعدش دوباره میتونیم توی دور دوم بیایم لای این کوکا رو پر کنیم، یا اصلا سلیقمون همین جوریه، مثلا به همین گل رو به همین ترتیب دوست داریم همینجوری استفاده میکنیم ازش. ببینید دور تا دور
میام کوک میزنم. خب ببینید الان یه مدل گل میشه. اگه میخوایم همین مدلی استفاده میکنیم ازش. اگه دوست داشته باشی من پرتر باشه میتونیم الان بیایم دوباره یه دور دیگه دور تا دور کار رو بین جاهایی که خالیه بیایم پر کنیم اینجوری. خب این میشه انتهای کار بچه‌ها که گفتم همون مدل اول به صورت خلوت میتونید این گل رو اجرا کنید، هم اینجوری میتونید دو تا دورش یه دور دیگه بین کوکای اولتون بیاین کوک بزنین و پرترش کنین. هر دو مدلش قشنگ کاربرد داره. خب حالا توی این بخش میخوام بهتون توضیح بدم با کمک زنجیره تک قلاب و گره فرانسوی میتونیم گل خلق کنیم دوباره. خب ببینید الان اینجوری من میام زنجیره تک قلاب میزنم دوباره توی همون نقطه، سوزنم رو میبرم داخل و شروع میکنم به زدن زنجیره تک قلاب. ببینید به اندازه یه حلقه جا میذارم و سوزنم رو از داخل حلقم رد میکنم و زنجیره تک قلابمون اینجوری بود که برای اینکه زنجیرم بیاد بست بخور و ثابت بشه از بیرون حلقه سوزنمون رو میبردیم داخل و فیکسش میکردیم. خب حالا یه بار دیگه تکرار میکنم همینو. به این ترتیب. خب می‌بینید سه تا اومدم زنجیره تک قلاب زدم، سوزنم رو میام از پشت باید گره بزنم و این وسط الان میام گره فرانسوی میزنم. خب الان یک گل جدید برای من تشکیل شده. حالا دوباره اگه بیام این زنجیره تک قلاب و برعکس اینجا که الان کار کردم برعکسش بیام کار کنم، به جای این گل به من میتونه گل لاله برام تشکیل بده. اینو به این ترتیب که سه تا زنجیره تک قلاب زدیم میتونیم حتی برای اینکه پرتر و برجسته تر این گل لالمون نشون بده بین این زنجیره ها رو با یه دونه کوک ساده بیایم پرش کنیم، یه حالت برجستگی خوشگلی پیدا میکنه. و بعد میتونیم حالا اینجوری براش ساقه بذاریم، ساقه دوزی انجام بدیم و برگ بزنیم، میشه گل لاله. حالا بریم گل بعدی. حالا اگه بیایم همین گره فرانسوی و زنجیره تک قلاب و ببینید اینا رو اومدیم نصفه زدیم دیگه، درسته؟ گفتیم میتونیم از اینا استفاده کنیم. حالا اگه بیایم حول یه محور، حول این دایره بیایم این زنجیره تک قلاب و گره فرانسوی رو انجام بدیم، دو تا گل میتونیم داشته باشیم. اگه بیایم دور کار رو یعنی زنجیره های تک قلاب رو با نخ سفید بزنیم و گره فرانسوی وسط رو با نخ زرد بزنیم، گل مینا رو بهمون میده. و اگه بیایم گلبرگامون رو که با زنجیره تک قلاب هستش با نخ زرد بزنیم و وسط کار که گره فرانسویه با نخ قهوه‌ای بیایم بدوزیم، حتی به عنوان آفتاب گردون هم میتونیم بیایم ازش استفاده کنیم. حالا بریم ببینیم چه جوری میشه. نگاه کنید اینجوری حول این محور که
قرار بیایم وسطش گره فرانسوی بزنیم. اینجاها رو من میام بر خودم با خودکار حرارتی حول این محوری که دارم، حول این دایره‌ای که کشیدم، باید بیام اینجوری زنجیرهای تک قلاب بزنم. خب و وسطش رو بعد باید بیام با گره فرانسوی پر کنم. معمولا اول باید بیایم زنجیرهای تک قلابمون رو بزنیم و بعدش بیایم وسطش رو با گره فرانسوی پر کنیم. به این صورت میام زنجیرهام رو میزنم. نخمم سفیده، میخوام گل مینا بدوزم. از گل مینا که اومدیم حول محورمون زنجیر تک قلاب زدیم، وسط کارم با گره فرانسوی پر میکنیم. اگه میخواین گره فرانسویاتون مثلا یه جایی میخواین استفاده کنین که میخواین ظریف‌تر از این باشه، مثلا من الان اومدم 2 بار پیچیدم دور سوزنم و گره فرانسوی زدم. بعضی جاها آدم لازم داره که گره فرانسویش ریزتر باشه. برای اینکه بتونیم از گره فرانسوی ریزتر داشته باشیم باید تعداد دیگه، الان مثلا من با 6 تا تار نخم اومدم گره زدم. خب الان 6 تا تار نخ دیگه اومدم گره زدم. برای اینکه ظریف‌تر داشته باشم میتونم بیام مثلا یه 30 سانت نخ جدا کنم، این تارای نخمو از هم بیام باز کنم. خب مثلا بیام 2 تا رشته تار نخ رو جدا کنم و بذارم توی سوزن و با این بیام گره فرانسوی بزنم. اینطوری گره فرانسوی ظریف‌تری هم میتونم داشته باشم. خب بچه‌ها توی این بخش میخوایم بریم سراغ رز عنکبوتی. من اومدم یه دایره‌ای که اول کار با هم دیگه کشیده بودیم، رز عنکبوتی حتما باید براش یه دایره بکشیم. دایره‌مون رو مشخص میکنیم و باید به تعداد فرد این دایره رو مرکزش هم بعد مشخص میکنیم. بعد به تعداد فرد میایم به قسمت‌های مساوی این دایره‌مون رو تقسیم میکنیم. اگه دایره‌مون خیلی کوچیک باشه میایم این قسمت فرد رو، مثلا خیلی اگه کوچیک باشه شعاعش 1 باشه، میایم به 3 قسمت تقسیم میکنیم. ولی اگه دایره به این سایز باشه به 5 قسمت باید تقسیم کنیم. حالا اگه دایرمون خیلی بزرگتر از این بود، مثلا تا این قسمت ها رو اومد پر کرد، میایم به 7 قسمت یا 9 قسمت تقسیم میکنیم. در کل حتما باید برای رز عنکبوتی این دایره ها رو بکشید و باید به قسمت های فرد تقسیم بشه. زوج اگه تقسیم بشه نمیشه، باید به قسمت فرد و قسمت های مساوی حتما باید تقسیم بشه. دایره‌تون رو سعی کنید حتما از یه سکه میخواین استفاده کنید یا از شابلون میخواین استفاده کنید، از هر چی که استفاده میکنید حتما دایره باشه و این قسمت هایی که تقسیم میکنید حتما مساوی باشه. خب برای شروع کار من نخم رو، ببین بچه‌ها نختون رو از اول یه مقدار باید خیلی بلند بردارید. خب بلند بردارید که وسط کار نخ کم نیارید. به این ترتیب از توی محیط دایرم سوزنم رو میارم بیرون و به سمت مرکز میام روی این خطایی که کشیدم رو میام کوک میزنم. به این ترتیب. خب بعد از این که اومدم کامل این 5 تا خط رو کوک زدم، از وسط، ببینید از وسط یه دونه از این
مثلثیام میام سوزنم رو در میارم نزدیک به مرکز، تقریبا 1 میلیمتر فاصله داشته باشه تا مرکز کافیه. ببینید از 1 میلیمتر این ورتر سوزنم رو میارم بیرون و میخوام شروع کنم رز عنکبوتیم رو تشکیل بدم. ببینید من میام سوزنم رو از این باید یکی در میون سوزنم رو از بین اینا رد کنم. میام اولی رو رد میکنم، میام از زیر این یکی سوزنم رو میبرم داخل. خب دوباره این یکی رو رد میکنم، باهاش کاری ندارم، از زیر بعدی میام سوزنم رو میبرم یکی در میون، میام یه ذره میکشمش. دوباره ببین از زیر این رد کردم، با این کاری ندارم، میام سوزنم رو از این یکی رد میکنم، از زیرش رد میکنم. دوباره ببین از اینجا رد کردم سوزنم رو، با این کاری ندارم، میرم سوزنم رو از بعدی رد میکنم به این ترتیب. دوباره از زیر این رد شده، با این یکی کاری ندارم، سوزنم رو از زیر بعدی رد میکنم. ببینید باید به صورت یکی در میون سوزنمون رو از زیر این کوک هایی که زدیم بیایم رد کنیم. دوباره از این رد کردم، با این کاری ندارم، با بعدی. این رو باید انقدر ادامه بدیم تا این گلمون پر بشه. این کوک ها دیگه اصلا معلوم نمیشه. ببین از زیر این رد کردم، با این کاری ندارم، میرم بعدی. همین رو فقط باید تکرار کنید تا کاملا این دایره‌ای که اومدیم کشیدیم پر بشه. فقط نکته‌ای رو که باید رعایت کنیم اینه که نه خیلی زیاد بیایم این نخمون رو بکشیم، نه اینکه خیلی زیاد دیگه اینجوری شل باشه که این کوکاش معلوم باشه. یه حالت متوسط، نه خیلی سفت نه خیلی شل، باید بیان این رو تا انتها ادامه بدیم. البته میتونیم بیایم خیلی هم سفتش کنیم، هر چی بخوای. اگه بخوای خیلی برجسته تر بشه میان اینو سفت میکنیم، برای اینکه اینا همه میان به سمت بالا کشیده میشن دیگه. ولی خب یه شکل متوسطی هم داشته باشه بهتره. الان از این رد کردم، اینو رد نمیکنم، میرم بعدی. به همین ترتیب تا بالا ادامه میدم. اینو تا جایی ادامه دادیم که دیگه تمام کوک هایی که به صورت 5 تایی زده بودیم دیگه محو شدن. حالا میام از زیر یکی از اینا نخم رو میبرم داخل و از پشت میام گره میزنم. اینم از رز عنکبوتیمون. خب دوستان، برای گل بعدی دوباره میخوایم گل رز عنکبوتی بدوزیم. خب فقط یه تفاوتی داره. ببینید من اومدم یه دایره به قطر 3 سانتی متر دایره بزرگمو کشیدم، یه دایره وسطش اومدم به قطر 1 سانتی متر دایره کوچیکمو کشیدم، مرکزش رو مشخص کردم و اومدم دایره بزرگم رو، چون دایرهمون از این دایره‌ای که اومدیم اینجا کشیدیم بزرگتره، اینو به 5 قسمت تقسیم کرده بودیم، اینو باید به 7 یا 9 قسمت تقسیم کنیم. توی این قسمت اول توضیحاتش هم بهتون گفتم، هرچی دایره‌مون بزرگتر میشه تعداد تقسیم‌ها باید بیشتر بشه و حتما هم باید فرد باشه و اینکه این قسمت‌ها باید با هم دیگه حتما برابر باشن، یعنی یه دونه کوچیک نباشه یه دونه بزرگ، اینکه کلمون شکلش به هم میریزه. حالا من اومدم دایره بزرگم بس به قطر 3 سانتی متر به 7 قسمت تقسیم کردم. میخوام بیام شروع کنم به دوخت گل رز عنکبوتی که یک شکل جدیدی داره این رزمون. ببینید من الان برای شروع کارم با این دایره وسطم هیچ کاری ندارم، میام شروع میکنم از این قسمت این علامت هایی که زدم رو مثل رز قبلی کوک میزنم. به این شکل همه رو میدوزم. خب حالا برای ادامه کار از وسط یه دونه از این قسمت هایی که داریم از وسطشون و نزدیک مرکزمون میایم نخمون رو در میاریم و شروع میکنیم به انجام دادن گل رز عنکبوتی. ببینید از یه دونه از زیر یه دونه از اینا رد میکنم، نخمو کردیم از زیر بعدی رد نمی کنیم، میریم از زیر بعدی. ببین به همین ترتیب درست مثل گل رز عنکبوتی که توضیح دادم باید همونجور تکرار بشه. دوباره از اینجا رد شده، اینو کاری نداریم، میریم بعدی. دوباره ببینید از این رد شده، با این کاری نداریم، میریم بعدی.
خب از اینجا رد شده، با این کاری نداریم، میریم بعد. قرار شد که شلی یا سفتی این کوک ها به سلیقه خودمون باشه. پس تا انتها با همین کوک ها باید بیایم پرش کنیم این گل رزمون رو. الان با بعدی کاری نداریم، از زیر بعدی باید رد کنیم. ببینید بعد از اینکه تا انتهای قسمت کوک ها اومدیم گلمون رو تشکیل دادیم، الان برای وسط کار با یه رنگ نخ دیگه، حالا اگه سلیقتونه با رنگ همرنگ خودش، بیاین شروع کنین داخل این قسمت دایره وسط رو با گره فرانسوی پرش کنید. توی این بخش میخوام بهتون یه دوخت دندون موشی یاد بدم. بعد از اینکه دوخت دندون موشی رو یاد گرفتیم، میریم یه مدل گلم با دوخت دندون موشی با هم دیگه کار میکنیم. خب اینجا یه قسمت کوچیک براتون دوخت دندون موشی رو انجام میدم که یاد بگیریم. ببینید سوزنم رو آوردم بیرون. این خطی ازش که من میخوام روش دندون موشیمو انجام بدم. فاصله نیم تا 1 سانتی میتونم برای دندون موشیم در نظر بگیرم. میخوام از اینجا یه دندون موشی داشته باشم. ببین از خطم نیم سانتی میام پایینتر، سوزنم رو میبرم داخل و از روی خطم میارم بالا. ببین چی شد؟ از اینجا سوزنم رو در آوردم. خب نیم سانت به فاصله نیم سانت از خطم اومدم پایین و از روی خطم سوزن رو آوردم بیرون و الان سوزن رو میکشم بیرون در حالی که از داخل نخم داره رد میشه. ببینید این میشه اولین دوخت دندون موشی من. دوباره میخوام بعدی رو بدوزم، فاصله نیم سانتم رو رعایت میکنم، میام سوزنم رو میبرم داخل و از روی خط میارم بیرون. ببین نخم کجاست؟ نخم باید از زیر سوزنم رد بشه. ببین نخم زیر سوزنمه. میبینید نخم زیر سوزنمه. این میشه دوخت دندون موشی. یه دونه دیگه هم براتون میزنم به این صورت. ببین نخم زیر سوزنمه. اینو میایم انجام میدیم و برای آخر کار هم یه دونه اینجوری کوک میزنم و نخمم باید از پاش کوتاه کنم و گره بزنم. گره دیگه بهتون توضیح داده بودم، یه بار دیگه با هم بریم. اینجوری میام نخم رو کات میکنم و از پشت دو قسمتش میکنم. این دوتا به هم به قسمت انتهای پارچم میام گره میزنم. قبلا با هم کار کردیم. سراغ دوخت گل با دندون موشی. ببینید من یه دایره ای که اومدم کشیدم رو اومدم بر خودم تقسیم بندی کردم. اول به 4 قسمت تقسیم کردم، بعد هر کدوم از این قسمت ها رو دوباره به 2 قسمت تقسیم کردم. کاملا هم این تقسیم بندی سلیقه‌ایه، هم میتونه زوج باشه، هم میتونه فرد باشه، هم میتونه به فاصله نیم سانت باشه، هم میتونه به فاصله 1 سانت باشه. هیچ فرقی پس نداره. برای شروع کار از روی محیط دایرم سوزنم رو میارم بیرون و توی قسمت ببینید وسط، از وسط میام سوزنم رو میبرم داخل و دوباره روی یه دونه از این فاصله ها، حالا اگه نیم سانت نیم سانت، اگه 1 سانت 1 سانت، فرقی نداره، میام سوزنم رو میارم بیرون در حالی که نخم باید زیر سوزنم باشه. ببینید به این ترتیب من الان یه دونه از این زنجیره هام رو دندون موشی ها رو اومدم زدم. حالا برای بعدی دوباره سوزنم رو از همین قسمت وسط میبرم داخل و دوباره به فاصله نیم تا 1 میارم بیرون. نخمم همچنان برای اینکه بخوام دندون موشیم تشکیل بشه باید زیر سوزنم باشه. میبینید دور تا دور کار رو به همین ترتیب باید بیام ادامه بدم. دوباره وسط کار سوزن رو میبرم داخل، از روی محیط دایره میارم بیرون.
خب ببینید به همین ترتیب تا انتهای کار رو اومدیم زدیم و گلمون تشکیل شد. برای آخر کار ببینید از اینجا نخم اومده بیرون، از بیرون این حلقه سوزنم رو میبرم داخل و از پشت کار میام گره میزنم و وسط کارم من میتونم بیام اینجوری یه گره فرانسوی بزنم. هم یه مدل دیگه رز عنکبوتی بدوزیم که مثل رز عنکبوتی قبلی هایی که حالا با هم دوختیم باید توی یه دایره باشه که دایره رو میتونیم به 5 6 7 8 یا 9 قسمت تقسیم کنیم. چجوریه؟ دیگه توی این رز عنکبوتی نیاز نیست حتما قسمت هایی که ایجاد میکنیم حتما فرد باشه، زوج هم میتونه باشه. اگه میخوایم فاصلش از هم زیاد باشه اینطوری 5 قسمت و اگه میخوایم فاصله هاشون نسبت به هم دیگه کمتر باشه میتونین به 6 یا 7 یا الی 8 قسمت هم این فاصله ها رو تقسیم کنین. خب بعد اینکه تقسیم بندی رو اینجوری انجام دادیم، کوکش هم زدیم، میایم از وسط کوک ها نزدیک به مرکز میایم رد میکنیم سوزن رو و به صورت چپگرد. ببین من سوزن رو از زیر یکی از کوک ها رد میکنم و چیزی که هست الان باید از زیر هر کدوم از این کوک ها 2 بار نخمون رد بشه. خب الان از زیرش رد کردم سوزنم رو و دوباره ببین نخو میارم این ور که کامل متوجه بشید، دوباره سوزنم رو از زیر 2 تا کوک بعدی رد میکنم. خب دقت کنید و یه دور اومدم رد کردم نخ رو، یه بار دیگه باید بیام سوزن رو رد کنم. مثل روزای قبلی نیست که یکی در می اومدیم از زیر کوک ها رد میکردیم. پس میام نخمو میکشم اینور و سوزن رو به این ترتیبی که داریم میبینین از زیر 2 تا کوک بعدی میام رد میکنم. خب بعد اینکه رد کردم الان دوباره باید بیام سوزنم رو یه بار دیگه از زیر 2 تا کوک بعدی رد کنم. قشنگ میام میکشم که فاصله ایجاد نشه بین کوکا و دوباره سوزنم رو از زیر 2 تا کوک بعدی رد میکنم. میبینید به این ترتیب میام سوزن رو از زیر 2 تا کوک رد میکنم و میکشم بیرون. خب به این ترتیب باید همینطوری ادامه بدم. الان ببین یه بار از زیر این کوک سوزنم رد شده، یک بار دیگه برمیگردونم سوزنم رو به طرف معکوسش، یک بار دیگه میام برمیگردونم و سوزن رو از زیر 2 تا کوک بعدی رد میکنم. اینجوری وقتی که دارم انجام میدم یه حالت روی کوکام یه حالت برجسته فرم به خودش میگیره. دوباره همین کار رو باید تا انتها بیام انجام بدم. دوباره میام نخم رو برمیگردونم، ببین از زیر 2 تا کوک رد کردم، دوباره نخو برمیگردونم، یه بار دیگه از زیر 2 تا کوک برمیگردونم. انگاری از زیر هر کوک دارم 2 بار نخم رو رد میکنم. یه بار اینجا، دوباره برمیگردونم و یه بار دیگه ببین از زیر هر کوک داره 2 بار نخم رد میشه. روی کوک ها در نتیجه برجسته میشن. خب بچه ها ببینید آخر کار که دیگه ببینید فاصله خطا از هم زیاده، اگه سختتونه که بیاین 2 تا از زیر هم دیگه رد کنید، ببینید اینجوری یکی هم میشه رد کرد دیگه. آخر کار اینجوری هم میتونه انجام بده. ببینید میام از زیر یکی رد میکنم، دوباره یه بار دیگه از زیر همین رد میکنم، دوباره میرم بعدی از زیر یکی رد میکنم،
از زیر همون رد میکنم. یعنی دیگه تا انتها به همین صورت ادامه میدیم تا کلا دیگه کوکامون پیدا نباشه. زیر هر کدوم از این کوکا یعنی باید 2 بار این نخمون به صورت رفت و برگشتی رد بشه که ببینید اینجا داره روی کوکامون حالت برجسته پیدا میکنه. خب و آخر کار دوباره از زیر یکی از اینا سوزنم رو میبرم داخل و ببینید سوزنم رو میبرم داخل و از پشت کار گره میزنم به این ترتیب. بریم که با هم دیگه یه مدل گل رز جدید بدوزیم. خب میام از وسط این دایره فرضیم که کشیدم نخم رو میارم بیرون، وسط کارم میام یه گره فرانسوی میزنم با 3 دور پیچش. حالا بعد اینکه گره فرانسویم رو زدم میام از کنار این گره فرانسویم دوباره سوزنم رو میارم بیرون. خب سوزن رو میارم بیرون. خب بعد اینکه سوزنم رو آوردم بیرون یه مقدار فاصله میدم، اندازه نیم سانت تا 75 صدم اینا فاصله میدم و دوباره سوزن رو میبرم داخل، میام نخم رو میکشم و تا آخر نمیکشم. برای گلبرگ بعدی ببین سوزنم رو از وسط این 2 تا نخی که آوردم از وسط این گلبرگم به اصطلاح میارم بیرون و حالا میکشم. حالا دوباره همین رو تکرار میکنم، همون فاصله رو رعایت میکنم، سوزنم رو میبرم داخل و دوباره نخ رو میکشم و وسط این گلبرگ جدیدم دوباره سوزنم رو میارم بیرون. ببینید از وسطش میارم بیرون، بعد کامل میام میکشم تا بسته بشه. دوباره همین رو تکرار میکنم. ببینید کارگاه رو دور دستم میچرخونم که راحت باشم. ببین دوباره همین فاصله رو رعایت میکنم، سوزنم رو میبرم داخل، نخم رو میکشم، بازش کنم که راحت ببینید، نخم رو میکشم و وسط این گلبرگ جدیدم ببین از وسط گلبرگ جدیدم سوزنم رو میارم بیرون. این کار رو دور تا دور این گره فرانسوی که زدم باید بیام تکرار کنم که یک گل رز جدید به من میده. هر چقدر که ردیفای بیشتری میدوزم میتونم فاصله گلبرگا رو، برای اینکه گلبرگای بزرگتری داشته باشم، فاصله گلبرگا رو از همدیگه زیادتر کنم. یعنی ببین دور اول اگه نیم سانت فاصله دادم سوزنم رو بردم داخل، الان میتونم اینو بکنم 75 صدم. ببینید دور تا دور کار داره گلبرگ جدید اضافه میشه. اینو فقط بازش میکنم که نپیچه. دوباره وسطش سوزنم رو میارم بیرون. یه گل رز خیلی خوشگل به من میده. دوباره سوزن رو میبرم داخل و همینو تا آخر به همین ترتیب باید بیام تکرارش کنم. ببین از همین قد که اندازه 1 سانت تقریبا شده الان میتونم این گلبرگ و این گل رز رو تو جاهایی که حالا مد نظرم هستش استفاده کنم. تا همینو میتونم همینطوری بیام بزرگ و بزرگترش کنم. هر چقدر بزرگتر میشه گل خوشگل تری میشه. پس من اینو ادامهش میدم.
میخوایم بریم چند مدل پردوزی یاد بگیریم. پردوزی رو اول با پردوزی قلب شروع میکنیم. به این ترتیب من اومدم یه قلب کشیدم، سعی کردم که حالا قرینه باشه و اومدم بر خودم یه سری خطای مستقیم و راهنما در نظر گرفتم. دارم با نخ عمامه میدوزم بچه‌ها. خب فرقی نداره، میتونیم با نخای گلدوزیمون هم این کار رو انجام بدیم. خب من برای اول کار بهتون توضیح دادم نخهای گلدوزی 6 تا رشته نخ هستن و نخهای عمامه 2 تا رشته نخ هستن. اگه خواستیم برای پردوزی کارمون زودتر جمع بشه میتونیم از همین نخهای گلدوزی استفاده کنیم که و با 6 تا رشته نخش بدوزیم. خب و اگه خواستیم کار ظریف‌تری داشته باشیم هم میتونیم بیایم از نخهای عمامه استفاده کنیم، همین که میتونیم بیایم ببینید اینطوری 6 تا رشته نخش از هم جدا میشه دیگه، کاملا راحت باز میشه. میتونیم اگه میخوایم کار ظریف‌تری داشته باشیم میتونیم بیایم مثلا از 2 تا رشته نخ یا 3 تا رشته نخمون رو جدا کنیم، نخهای گلدوزیمون رو، و با 3 تا رشته نخ بدوزیم. یا میخوایم ظریف‌تر باشه دیگه با 2 تا رشته نخ بدوزیم. میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب حالا من با نخ عمامه فقط به خاطر اینکه رنگش رو دوست داشتم دارم با این نخ میدوزم و گفتم اگه نخ گلدوزی هم استفاده میکنیم هم با 6 تا رشته نخ میشه و هم با 2 یا 3 تا رشته نخ برای ظریف‌تر شدن کار. به این ترتیب من از روی خطای راهنمایی که اومدم برای خودم کشیدم شروع میکنم به کار کردن. اول روی خطای راهنما رو میام هر دو طرف کار دوخ میزنم. همین اگه الان 6 تا رشته نخ بود خیلی سریعتر پر میشد. خب باید ببینید که توی کارتون چی براتون مهمتره، اینکه کارتون سریعتر تموم بشه خب یا اینکه کارتون واسه پردوزی ظریف‌تر باشه. اینو باید در نظر بگیرید. من روی خطوط راهنمام رو اول پر میکنم، بعد با توجه به همین خطوط راهنما به شکل مستقیم میام خطوط داخلی کار رو هم پر میکنم. خب یه طرف کار رو که از روی خطوط راهنما انجام دادم میرم طرف بعدی رو هم انجام میدم و بعد شروع میکنم به دوخت مابین خطها. این میشه یه روش از پردوزی که ما میتونیم بیایم انجام بدیم، یا حالا مثلا قلب، گل، هر چیزی که هست از این روش میتونیم برای پردوزی با خطای راهنمایی صاف استفاده کنیم. خب خطای راهنمام تموم شد. یه دونه خط دیگه اینجا مونده، اینم میکشم. الان برای ادامه کار میام از همین گوشه کار شروع میکنم به پر کردن بین این خطوط. یه کوک کوچیک این گوشه کار و همینطور باید ادامه بدم. پشت به پشت هم دیگه شروع میکنم به کوک زدن تا بین خطوط راهنمام رو بیام پر کنم. هرچی که خطوط کنار هم باشه ظرافت و قشنگی کار من بیشتر میشه. خب ببینید الان اینجا رو ببینید یه ذره مونده تا بالا. من دیگه نیاز ندارم این خطمو ببرم، کوکمو ببرم، پس اینجایی که خالی داره رو میام سوزنمو میارم بیرون و تقریبا تا این وسط ها میتونم بیام سوزنم رو ببرم داخل و اینجا رو پر کنم. ببینید اینا نکته‌ای هستش که میتونید رعایت کنید و کارتون رو خوشگل‌تر کنید. قشنگ کامل یعنی همه جاشو پر کنید، نه جای خالی بمونه. و الان طرف دومم به همین ترتیبی که طرف اول رو انجام دادم میام انجام میدم. خب این میشه از تو پردوزی قلبمون که به یه روش خیلی راحت اومدیم با هم دیگه انجامش دادیم.
خب حالا بریم توپردوزی گل یاس رو انجام بدیم. ببینید برای این گل یاس به همین روش توپردوزی قلب میتونیم انجام بدیم. یعنی چجوری؟ یعنی میتونیم بیایم خطوط راهنمامون رو همینطوری صاف بکشیم و توپردوزیمون رو انجام بدیم. یه روش دیگه ای که میتونیم انجام بدیم اینجوریه که بیایم خطوط راهنما رو وسطیه رو که کشیدیم دوتای بعدی رو اینجوری به صورت کج بکشیم. برای گلای مثل این که بالاشون هلالیه و پایینشون تیزه این روش قشنگ‌تر میشه. هر دو تا روش یه نتیجه رو قرار بده ولی این روش قشنگ‌تره. پس میام من با این روشی که براتون اجرا کردم کاملا متوجه شدین. الان میام با این روش شروع میکنم به دوختن تا با این روشم آشنا بشین. ببینید میام اول کوک وسطم رو میزنم، بعد خطوط راهنمام رو که به صورت کج هستش رو میام دوباره. ببینید از همین قسمتی که نخم رو وارد کرده بودم همه کوک ها باید به همین جا زده بشه. دوباره کوک بعدی به صورت کج دوباره به همین جا اتصال پیدا میکنه و حالا بعد اینکه کوکای راهنما رو زدم کوکش رو زدم حالا میام توش رو پر میکنم. خب ادامهش دوباره بین خطوط میام از نزدیکترین جا به مرکزی که زدم شروع میکنم. دوباره همه خطوط باید توی یک نقطه اتصال پیدا کنن توی این روش. دوباره بعدی دوباره به قسمت وسط. ببینید من الان دارم از نخ گلوزی استفاده میکنم، از 6 تا تار نخم هم دارم استفاده میکنم. گفتم اگه میخواین گلای ظریف تری داشته باشید میتونید بیاید از 2 یا 3 تا تار نخ استفاده کنید. یعنی همین اندازه نخی که من بریدم رو میام برشش رو انجام میدم و اینجوری میام نخم رو جدا میکنم. 2 تا تار نخ یا 3 تا تار نخش رو جدا میکنم تا پایین و 3 تا تار نخ رو میبرم داخل سوزنم. اینطوری یه کار ظریف‌تر دارین. توپردوزیش یه ذره طول میکشه ولی خب ظریف‌تر و خوشگل‌تر میشه. اینو پس انقدر ادامه میدم بین خطوطم رو که به این صورت کارم کاملا پر بشه. حالا همه این گلبرگا باید به همین روش بیام بر خودم خطوط راهنما بکشم و از روی خطوط رو دوخت بزنم به سمت مرکز کار. این هم میشه از روش دوم توپردوزیمون. دوباره به این صورت اول روی خطوط راهنما و بعد میام داخلش رو پر میکنم. خب اینم از توپردوزی گل یاسمون که به روش دوم بهتون آموزش دادم. یه مدل دیگه توپردوزی داریم که باید 2 رنگ دوخت بشه که بریم پارت بعدی. بچه ها توی این پارت میخوایم بریم سراغ ساتندوزی یا همون توپردوزی گل بنفشه. منتها یه تفاوتی با 2 تا ساتندوزی های قبلی داره، اینکه میخوایم به روش سایه روشن انجام بدیم. یعنی با 2 رنگ نخ انجامش بدیم. اینجا اومدیم با یه رنگ نخ انجام دادیم، اینجا هم با یه رنگ نخ انجام دادیم. ولی بعضی کارا بعضی گلا احتیاج داره که 2 رنگ هم. مثلا دیدی از وسطش یه رنگ بعد بالاش یه رنگ دیگه. این به روش سایه دوزی انجام میشه. بهتره بچه ها حتما برای ساتندوزی های خیلی ظریف اگه میخوای خیلی خوشگل تر و ظریف تر بشه بهتره که از 2 یا 3 تا رشته از نخاتون استفاده کنید. خب من الان میخوام زودتر تموم بشه دارم از 6 تا رشته نخم استفاده میکنم، ولی ظرافت و تمیزی توپردوزی های خیلی ظریف با 2 الی 3 تا رشته نخ هستش. مثلا اینو اصلا دست کم نگیرید، این توپردوزی ها خیلی خیلی به شدت پرکاربرده. مثلا
برای توپردوزی اعداد، برای توپردوزی مثلا دیدین حیوانات رو انجام میدن، پروانه، ببر، گربه، میتونی گل سینه‌ش کنید، چیزای خیلی ریسک گلدوزی شده است، با همین توپردوزی هایی هستش که الان اینجاها بهتون یاد دادم. خب الان برای انجام این کار ببینید من گلبرگم رو به 2 قسمت تقسیم میکنم. خب برای اینکه بخوام بیام ساتندوزیم رو انجام بدم، میام گلبرگم رو به 2 قسمت تقسیم میکنم، قسمت بالا و قسمت پایین. یعنی در واقع قسمت بالا رو باید با یه رنگ انجام بدم و قسمت پایین رو با یه رنگ دیگه. میام شروع میکنم از یه قسمت از کارم شروع به کار میکنم و قسمت بالای دوختم رو به این ترتیبی که داریم میبینید میام شروع به توپردوزی میکنم. نیاز نیست حتما همشون روی همین خط باشن. میتونید مثلا بیاید یه دونه خط رو اینجوری، ببین یه دونه خط رو میتونید بیاید از یه ذره پایین تر هم ببرید، چون ما نمیخوایم یه خط واحد روی کارمون مشخص باشه. حالا قسمت پایین کارم بدوزم متوجه میشین قراره این 2 تا دوخت توی هم ادغام بشن. به همین ترتیب از روی خطوط کارم رو انجام میدم. حالا برای قسمت پایین کار دوباره رنگ نخ جدید و میام وسط کار به این ترتیب. ببین نمیام قشنگ از سر این یا کن این اینجا تموم شده، نمیام دوباره اینو توی قسمت این کوک ببرم، اینو میبرم توی دل کوک قبلی. خب اگه این کار رو انجام بدین دیگه مشخص نیست که کوک ها از کجا شروع شدن و به کجا تموم شدن. میبینی اینا رو میبرم تو دل کوکای قبلیم، نمیخوام یه مرز ایجاد بشه روی کارم. قشنگ میبرم تو قسمت بالا. ببینید به این ترتیب الان کار توپردوزی سایه روشن من انجام میشه. خب الان مثلا این روش رو که انجام دادیم یه روش دیگه هم میتونیم انجام بدیم که کلا مثلا بیایم رنگ زمینمون رو مثلا همین سفیدی که الان زدم کل کار رو با سفید پر کنم و بیام چند تا دونه فقط سایه بندازم روی کارم با صورتی. هر دو روش رو میتونید انجام بدین. من الان بهتون نشون میدم چه جوریه. و اینکه رنگ بندیاتون بهتره برای سایه دوزی مثلا ترکیب رنگ‌های مختلف باشه که قشنگ خودشو نشون بده. مثلا بنفش خیلی تیره با بنفش روشن، یا همین سفید و صورتی، یا مثلا توناژ صورتی سرخابی مانند یا با صورتی کم رنگ که توپردوزی که دارین انجام میدین خودش قشنگ نشون بده. ببینید روش دوم رو براتون اجرا کنم. الان کامل من این گلبرگ رو اومدم توپردوزی با رنگ سفیدم انجام دادم. حالا رنگ صورتیمو میارم و بین خطوط رو به این ترتیب میام کار میکنم. برای کارهایی که فقط میخواین یه چند تا دونه سایه دوزی روش انجام بدین خیلی خوبه. دیگه انتخاب با خودتون میشه که از کدوم روش بخواید استفاده کنید.
به این ترتیب. بعدی میخوام گل شیپوری بدوزیم با هم دیگه. برای گل شیپوری احتیاج داریم به حدود 1 تا 1.5 متر از نخی که میخواین رنگ گلاتون باشه جدا کنید. خب بعد اینکه جدا کردیم بیاین اینجوری روی 3 تا انگشتتون، حالا اگه میخواین گل برگاتون بلندتر باشه روی 4 تا انگشتتون، اگه میخواین کوتاه‌تر باشه روی 3 تا انگشتتون بیاین این 1.5 متر نخی که داریم رو میپیچیم. ببینید به این صورت میام میپیچم و اینو کامل در میارم و ببینید به همین صورتی که پیچیدم نگهش میدارم و باید بیام روی کار بدوزم. ببین میام اینجا این رو قرار میدم، وسط کار رو مشخص میکنم و دقیقاً نخم رو روی وسط کار میذارم. ببینید کاملا وسط کار رو مشخص کردم و از وسط انگاری اومدم 2 تقسیمش کردم و میام یه نخ حالا یا هم رنگ خودش یا نخ رنگ سبز میام در نظر میگیرم و باید بیام اینو بدوزم اینجا. ببینید کاملا از وسط نخام میام یه دوخ میزنم به این ترتیب. ببینید اگه کاملا محکم بشه 2-3 دور اینو به حالت رفت و برگشتی دوخ میزنم تا صفر بشه. یک بار دیگه هم انجام میدم و الان به هر جهتی که میخواین این گل برگاتون باشه میتونیم بیاریم. الان میخوام ببرم به سمت بالا، ببینید بردمش به سمت بالا و باید بیام اینو کاملا جمع کنم. حدود بین 0.5 تا 1 سانتی متر این باید بشه تقریبا. خب میام از اینجا به سمت طرفین این گلم رو جمع میکنم. در واقع هم دارم کاسبرگ گلم رو درست میکنم، همین که کاملا این گلبرگا رو یه جا فیکسشون میکنم. به این ترتیب میام دوخ میزنم. ببین هر چقدر جمع تر باشه گلتون خوشگل تر میشه. کاملا پس تا جایی که راه میده بیاین جمعش کنید. خب قشنگ تا پایین خب بعد اینکه پایین کار رو کاملا فیکس کردیم میتونیم الان بیایم به این ترتیب این لایه ها رو قیچی کنیم. به این ترتیب قیچی میکنیم و بالای کار رو مرتب میکنیم. به این ترتیب کاملا میتونیم بیایم مرتب کنیم، سرش رو قشنگ قیچی کنیم تا یه گل میخک خوشگل داشته باشیم. به این گل هم گل میخک میگن هم گل شیپوری. خب بچه‌ها توی این پارت میخوام بهتون یاد بدم که چطوری بیایم گره فرانسوی پای بلند بزنیم. همینطور که گره فرانسوی پای بلند بهتون یاد میدم یه گلم با هم میدوزیم. ببینید گره فرانسوی معمولیمون که اینجوری بود، سر جای خودش با فاصله 1 میلیمتر سوزن میبریم تو، گره میزدیم. حالا برای گره فرانسوی پای بلند ببین از این قسمت نزدیک مرکز من سوزنم رو میارم بیرون و باید این فاصله ای که تا محیط دایرمون داریم رو در نظر بگیریم. ببینید یعنی من میام 1 2 3 بار این رو میپیچونم و دیگه نمیام بغل خودش به فاصله 1 میلیمتر این گره همو تشکیل بدم. میام توی محیط دایره این فاصله ها رو ببین، فاصله 1 سانتی متری رو رعایت میکنم و اینجا میام گره همو میزنم. این میشه گره فرانسوی پای بلند. خب به این ترتیب گره فرانسوی پای بلندمون زده میشه. دوباره از نزدیک مرکز همین رو باید دور تا دور گلم بیام تکرار کنم. ببینید 1 2 3 پیچشش بستگی به
خودتون داره. میتونید 2 3 الی 4 و 5 بار این پیچش رو ادامه بدید. به این ترتیب میام دور تا دور این فضای گلم رو با گره فرانسوی پای بلند پر میکنم. و با همین روش ببینید تونستیم یه گل جدید با گره فرانسوی که خوابیده و گره فرانسوی پای بلند خلق کنیم. و حتی با این روش شما میتونید بیاید قاصدک هم بدوزید. بیاید مثلا یه دونهشو بلند بزنید بعدی و کوتاه، یه دونه بلند بعدی کوتاه، میشه قاصدک. ببینید برای قاصدک مثلا بیا این وسط مرکزمه، اینو بلند پای کوتاه بلند بزنم، پای بلند گره فرانسوی پای بلند و یه دونه رو کوتاه، دوباره یه دونه رو بلند یه دونه رو کوتاه. ببینید اینطوری میتونید یکی در میون انجام بدید و یه قاصدک داشته باشید. قشنگ میتونید توشو پر کنید. به این ترتیب قاصدک هم پس با همین گره فرانسوی پای بلند یاد میگیرید. توی این پارت میخوام بریم با هم دیگه یاد بگیریم که با گره فرانسوی و کوک های ساده بیایم یه گل سنبال بدوزیم. ببینید شکل گل سنبال به شکل یه خوشه انگور میتونیم بیایم مثلا اینجوری، یا برگ یا خوشه انگور، به این شکل میشه گل سنبال. ببینید گره فرانسوی ها رو همه رو به این شکل، به شکل حالا اشک یا برگ بیایم توی این فضا انجام بدیم میشه گل سنبال. و اگه بیایم یه دایره مثلا این شکل دایره رو بیایم توش رو پر از گره فرانسوی کنیم، این به ما گل ادریسی رو میده. خب پس اگه بیایم یه فضای دایره تو رو پر از گره فرانسوی کنیم، گل ادریسی به ما میده. و توی فضای برگ مانند رو اگه بیایم گره فرانسوی پر کنیم به ما گل سنبال رو میده. میبینید که گره فرانسوی خیلی خیلی پرکاربرد هستش توی گلدوزی و گل‌های مختلف رو میتونیم باهاش بیایم بدوزیم. برای دوختن گل سنبال میتونیم بیایم از 2 تا رنگ سیر و روشن بنفش استفاده کنیم تا گل خوشگل تری داشته باشیم. هم میتونیم از 2 رنگ استفاده کنیم، هم از 1 رنگ هم میشه استفاده کرد، موردی نداره. به این ترتیب بیام شروع میکنم به زدن گره فرانسوی. خیلی قرار نیست توی این فضا مرتب گره ها رو پشت سر هم ترتیب داشته باشه، چون هر چقدر نامنظم باشه کارمون رو خوشگل میکنه. خب ببینید این فضا رو هم کامل میتونم بیام با گره فرانسوی پر کنم، همین که میتونم بیام اینجوری بین کار گل‌های 4 پر هم داشته باشم. ببینید میتونم بیام این فضا رو با گل‌های 4 پر پر کنم. ببینید میام با گلای 4 پر یکی 2 تا گل 4 پر میزنم و بین فضا رو دوباره میام با گره فرانسوی کامل پر میکنم. دوباره با نخ رنگ دومم.
میخوام یک مدل دیگه توپردوزی بهتون یاد بدم که با دوخت دندون موشی میتونیم این توپردوزی رو انجام بدیم. حسنش چیه نسبت به توپردوزی های قبلی؟ حسنش این هستش که علاوه بر اینکه توپردوزی رو برای ما انجام میده، یه دور دورگیری هم ما داریم توی کار. میبینید یه دور دورگیری هم میتونیم توی کارمون داشته باشیم. خب پس الان من دارم از 3 تار نخم استفاده میکنم. ببینید اومدم اندازه 30 تا نخم رو جدا کردم، 3 تا تارش رو جدا کردم گذاشتم کنار و دارم با 3 تا تار نخ گلدوزی میام دوخت میزنم. سوزنم رو از محیط گلم آوردم بیرون و توی وسط گلم میبرم داخل و ببینید اینجا ما اومدیم توی این گل دندون موشی اومدیم با فاصله این سوزنامون رو بردیم چون می‌خواستیم دوخت دندون موشی رو یاد بگیریم و حالا کاربرد این دوخت دندون موشی برای بیشتر توپردوزی به کار میره که الان اینجا میخوام بهتون یاد بدم. ببینید با فاصله تقریبا 1 میل باید از جایی که سوزنم رو آورده بودم بیرون دوباره به این صورت بیام سوزنم رو ببرم. با فاصله دوخت دندون موشی رو نمیزنیم. ببینید با فاصله انجام نمیشه. میام دوباره 1 میل اون طرفتر سوزنم رو از وسط گلم میبرم داخل. دقیقاً پشت به پشت هم دیگه باید دوخت انجام بشه. دوباره دقیقاً با فاصله 1 میل از کوک قبلی میام سوزنم رو میارم بیرون و نخم رو اگه دقت بکنید زیر سوزنم هستش. میبینید به این ترتیب من دارم دوباره با دوخت دندون موشی یه دورگیری انجام میدم، یه توپردوزی انجام میدم که دورگیری گل من هم داره باهاش انجام میشه. ببینید نخم زیر سوزنمه. دور تا دور کار رو به همین ترتیب میام انجام میدم. تار نخامم که کمتر میکنم کارم ظریفتر و شکیلتر میشه توی توپردوزی ها. حتما سعی کنید برای دوختای توپر از 2 یا 3 تا رشته نخ برای دوختتون استفاده کنید تا دوخت ظریفتر و قشنگتری داشته باشید. به همین ترتیب ادامه میدیم و تمام گلبرگا رو میدیم. میبینید در این حالی که دورگیری شده توپردوزیش هم انجام شده و خیلی کار خوشگلی در میاد. تا انتها همه گلا باید به همین ترتیب دوخت بشن. انتهای کار یک گل توپردوزی و دوردوزی خیلی خوشگل با دوخت دندون موشی تونستیم انجام بدیم. میخوام بهتون دوخت حصیر بافت رو یاد بدم که خیلی زیاد برای گلدوزی گلدون ها توی کلا طرحهای حالا گلدوزیتون استفاده میشه. هم برای گلدون استفاده میشه، هم برای برگ گل ها استفاده میشه، هم برگ میتونیم باهاش بدوزیم. خیلی پرکار برده. بریم اول دوختش رو یاد بگیریم ببینیم به چه صورته. من اینجا یه کوچولو توی این فضا براتون اجرا میکنم، اینو اول یادش بگیر، بعد میریم باهاش یه نمونه گل هم میدوزیم. من 3 تا خط اینجا میکشم با فاصله های یکسان و میام شروع میکنم به دوخت زدن. از اینجا شروع میکنم دوختای خطی روی این 3 تا خط اول میام میزنم. این 1، اینم 2 و میام 3 تا،
خطی که ایجاد کردم رو به این ترتیب دوخت میزنم. خب حالا برای شروع کار سوزنم رو وسط یه دونه از این 2 تا خط در میارم و باید بیام یکی در میون از بین این خطوط رد کنم سوزن رو. ببینید الان میام سوزنم رو از اینجا رد میکنم. از اینجا رد کردم. الان میخوام برم ردیف بعدی. خب ردیف بعدی الان باید اینجوری بیاد. از زیر این رد شده، دوباره میام از اینجا به این ترتیب رد میکنم. خب میخوام برگردونم، باید از زیر 2 تای بعدی رد بشه. ببین از این رد میکنم، با دومی کار ندارم، میرم از زیر سومی دوباره سوزنم رو رد میکنم. در واقع یکی در میون برای بافت حصیری باید یکی در میون برعکس بشه. یعنی الان من از اینجا رد کردم، بعدی رو باید بیام از روی این رد کنم. خب ببین یک بار داره میاد از وسط این رد میشه، فقط از زیر وسطی رد میشه. دفعه بعدی داره میاد از زیر 2 تا خط اول و آخر رد میشه. حالا اگه مثلا 5 تا بود 6 تا بود چه جوری فرقی نمیکنه، یکی در میون سوزنم رو از زیر یکی از سوزن یکی از خطا رد میکنم، بعدی رد نمیکنم. اگه بعدی هم اینجا داشتیم دوباره بعدی رو رد میکردم سوزنم رو. خب به همین ترتیب الان میام ادامه میدم. الان میخوام برم ردیف بعدی. ردیف قبلی اومده بودم از وسطی رد کرده بودم، حالا از اولی رد میکنم، دومی رو کار ندارم، دوباره از سومی رد میکنم. در واقع یکی در میون باید بیام از زیر خطوط ابتداییم نخم رو رد کنم تا بافت شطرنجیم به وجود بیاد. برای اینکه بافت شطرنجی هم داشته باشیم باید اون خطوط اولیه که اومدیم زدیم بین 3 الی به بالا باشه. ببینید الان همینجا داره بافت شطرنجی من ایجاد میشه. این رو ادامه میدم تا انتهای کارم. دوباره به این ترتیب از زیر 2 تای اول و آخر رد میکنم. ردیف بعدی ببین باید از وسط رد بشه، یکی در میونه دیگه. خب بعد اینکه دوختمون تا انتها تموم شد، بافت حصیریمون رو تشکیل دادیم، آخر کار سوزنمون رو میبریم داخل پارچمون و از پشت کار میایم گره میزنیم. خب دوستان توی این پارت میخوام بهتون با همین بافت حصیری که یاد گرفتیم یه گل یاد بدم. ببینیم با بافت حصیری چجوری میتونیم گل درست کنیم. ببینیم من یه گل 5 پر کشیدم و اول آخر هر گل رو مشخص کردم. خب میام به این ترتیب اول کوکای اولیه‌ای که برای بافت حصیری لازمه رو میام میزنم. خب اول میام کوک‌های اولیم رو برای بافت حصیریم ایجاد میکنم. کوک دومم، و کوک سومم که باید وسط بزنم. حتی میتونم این بافت حصیری رو الان با 4 تا کوک هم اجرا کنم، هیچ محدودیتی ندارم من الان. خب طبق آموزش این حصیریمون، حصیری بافتمون، من از این وسط 2 تا کوکم اومدم سوزنم رو در آوردم. برای ردیف اول از قسمت کوک وسطم میام رد میکنم. خب اینو قشنگ میکشم که صفر بشه و برای ردیف بعدی باید معکوس ردیف اول کارم رو انجام بدم. خب معکوس ردیف اول یعنی چی؟ یعنی بیام از زیر سوزنم از زیر اولی رد کنم و از زیر آخری. ببین چجوری شده؟ ردیف قبلی اومدم از زیر وسطی سوزنم رو رد کردم، نخم رد شده، و ردیف دوم از اولی رد میکنم و از سومی. یکی در میون باید برای بافت حصیری این نخ من از زیر این کوک ها رد بشه. دوباره میخوام برم ردیف بعدی، باید چیکار کنم؟ از زیر این که رد شده، خب تو این ردیف دیگه ردیف بعدی نباید از زیرش رد بشه، ردیف سوم باید بیاد از وسط رد بشه. میشه اینجوری. همین رو یه کوچولو دقت کنید متوجه کار میشید. خیلی بافت قشنگ و ساده ایه که یه گل خیلی خوشگل به ما میده. خب دوباره برای ردیف بعدی باید بیام از زیر اولی و سومی رد کنم.
اولی با دومی کاری ندارم، یکی در میون قرار بود باشه، از زیر سومی رد میکنم. این بافت رو ادامه میدم تا بالا. دوباره از وسط رد میکنم، دوباره ردیف بعدی از زیر، ببین از زیر دوخت اول باید رد بشه، با دومی کار ندارم، از سومی رد میشه. زیاد نمیخوام سفتش کنم، گلبرگ خوشگل تری به من بده. سفتش کنین قشنگ کامل اینجوری جمع میشه. دوباره ببین از زیر اولی و سومی تا پایان کوکام باید این کار تکرار بشه. ببینید آخر کار که دیگه انقدر این دوخت رفت و برگشتی هستی بافت رو ادامه دادیم که کوکامون دیگه پیدا نبود، میایم به این صورت سوزن رو میبریم پشت کار و گره میزنم و دیگه نخمون رو کات میکنیم. خب این میشه قشنگ، میتونیم بیایم الان مرتبش کنیم. این میشه یه دوخت حصیری که یه دونه از گلبرگامون الان انجام شده. خب حالا میتونیم به همه گلبرگا رو به همین صورت اجرا کنیم. خب بچه‌ها به این ترتیب تمام گلبرگ ها رو با همین بافت حصیری انجام دادیم. وسط کارم میتونیم یک یا چند تا گره فرانسوی بزنیم. اگه میخواین یه دونه بزنین، من با 5 تا دور پیچیدن دور سوزن اومدم یه دونه زدم که یه گره فرانسوی بزرگ بهم بده. و اگه میخواین که گره فرانسوی های کوچولو کوچولو بزنید، هم میتونید تار نخاتون رو کمتر کنید، همین که تعداد پیچش رو کمتر کنید. به این ترتیب این گل رو هم با هم دیگه انجام دادیم. میریم سراغ گل بعدی، بهش میگیم گل آناناسی. میخوایم با همین دوخت حصیری که یاد گرفتیم یه روش دیگه بیایم بدوزیم. من دارم از نخ گلدوزی استفاده میکنم، هر 6 تار نخمو دارم استفاده میکنم و اینکه دولا کردم نخمو، یعنی 2 تا نخم رو با هم دیگه گره زدم، نخمون دولاه. خب من اومدم یه شکل تخم مرغی مانند براش کشیدم و 4 تا خط مشخص کردم. این خطا رو اول میام روشون رو با نخم کوک میزنم به این ترتیب. بچه‌ها از این مدلی که الان داریم درست میکنیم برای دوخت توت فرنگی هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی نخ قرمز بزنیم قشنگ میتونیم از به عنوان دوخت توت فرنگی هم ازش استفاده کنیم. خب قسمت پایین کارم یک کوک دیگه میزنیم و باید بیایم از بالا شروع کنیم. قسمت بالا هم یک کوک کوچولو میزنیم. خب یک کوک خیلی کوچیک در حدی که سوزنمون ازش رد بشه. خب الان شروع میکنیم و این از وسط این کوک کوچیکی که زدم نخم رو در میارم. خب سوزن از زیر ببین از دومی رد میکنیم، از اولی هم رد میکنیم. ببین به این صورت از زیر دوتای اول رد میکنیم میاریم بیرون. اینو میکشیم کاملا تا اینجا یه اندازه یه حلقه باقی بمونه. ببین خیلی نباید این حلقه رو بکشیم و تنگش کنیم، میخوایم یه حالت برجستگی براش بمونه. دوباره این کار رو تکرار میکنم. خب اینو دوباره همین کار براش تکرار میکنم. هر دو تا نخو سعی میکنم با هم بکشم و یک بار دیگه برای اینکه کامل این فضا پر بشه یک بار دیگه از زیره، ببین از زیر کوکای اولی هم دوباره رد کردم و اینو میکشم. سعی میکنم نخم رو مرتب کنم که پیچش نداشته باشه. خب این الان شد یه دونه از این آناناسیام. میرم الان قسمت بعدی. برای قسمت بعدی اول میام این نخم رو میارم اینجا میبرم داخل پارچم. خب آوردم داخل پارچه. حالا دوباره میام شروع میکنم سوزنم رو از اینجا میارم بیرون و همین کارا رو براش تکرار میکنم. یک بار، دو بار، و 3 بار. توی ردیف دوم باید 2 تا از این آناناسیا داشته باشیم. مرتبشون کنیم که اندازه هاشون یکی باشه. خب حالا دوباره اینو میارم توی این قسمت، سوزن رو میبرم داخل، اینو دیگه
میبندمش، میرم بعدی، دوباره از این بالا در میارم، دوباره 3 بار دیگه تکرار میکنم. خب الان برای ردیف سوم باید 3 تا از این آناناسیا داشته باشیم و ردیف بعدی 4 تا. ببین الان من میام دوباره از این قسمت، از این بالا سوزنم رو در میارم و همین حرکت ها رو براش دوباره تکرار میکنم. یعنی الان باید 3 دور از بین اینجا، از بین 2 تا خط بالا ردش کنم. اگه میخواین توپل تر بشه هر کدوم از این آناناسیا میتونید تعداد پیچشش رو بیشترم بکنید. خب اینو الان آوردم، میبرم داخل، دوباره میام این وسط، گفتم 3 تا باید باشه دیگه، از اینجا در میارم و 3 بار اینو تکرار میکنم دوباره از بین، ببین، و بین این 2 تا کوک وسط. سه بارش رو که انجام دادم سوزنم رو میبرم داخل و یه بار دیگه الان باید با این 2 تا کوک بیام همین رو انجام بدم. ببینید تا اینجا به این ترتیب در اومده. ردیف اول یه دونه، ردیف دوم 2 تا، ردیف سوم 3 تا. الان ردیف چهارم باید 4 بار تکرار بشه، یعنی اینجا بین این 2 تا، بین این 2 تا و آخر کارم باید این دوباره تکرار بشه. ببینید وسطش رو میام باز میکنم از بالای کوکم. ببین از بالای کوکم سوزنم رو در میارم و میام از زیر 2 تا کوک اینجوری، از زیر 2 تا کوک 3 بار رد میکنم. نخم نباید بپیچه و خیلی با حوصله این کار انجام میدم. خب بعد اینکه کارمون کامل شد دوباره نخ سبزمون رو میگیریم. بازم بچه ها دولاست، یعنی 2 تا رو با هم گره زدم و میایم به عنوان کاستبرگش از این قسمت پایین شروع میکنیم و اینجا رو پر میکنیم. و اینم آخر کار که گل آناناسیمون، یا اینکه میتونیم با رنگ قرمز بدوزیم و یه توت فرنگی خیلی خوشگل داشته باشیم، با هر رنگی که دوست داشته باشیم میتونید این کار انجام بدید. این کار خیلی خوشگل به ما میده. خب دوستان ببینید دوخت گلامون دیگه تکمیل شدن و الان برای دورگیری این کار اینجایی که مشخصشون کردیم با دایره هایی که اول کار کشیدیم، دارم به صورت کوک های ممتدی که توی دوخت های اولیه با هم دیگه یاد گرفتیم، دارم دور تا دور این دایره مشخص شده رو با کوک های ممتد دورگیری انجام میدم. این ترتیب یه دورگیری واسه کارم انجام میشه. بعد از اینکه کوک های ممتدم رو زدم اومدم از این روش ساقه دوزی که اینجا بهتون یاد دادم، از این روش ساقه دوزی استفاده کردم و دوباره یه دور دیگه بین کوک های ممتدم اومدم نخ رد کردم که به این شکل رو مسح کنید. شما هم از یه رنگ نخ خنثی استفاده کنید. من از سفید و کرم استفاده کردم که دیگه جلوه گلاتون رو نگیره. خب دوباره اومدم این وسطم یه دور کوک ممتد زدم. حالا اگه دوست داشتین دوباره به همین روش ساقه دوزی انجامش بدید که حالا یه دورگیری هم برای کارتون بشه، کارتون مرتب بشه. این قسمت ها رو هم اگه دوست داشته باشین میتونید به همین روش کوک بزنید که تمام گلا از همدیگه جدا بشن. الان هم که کارمون تا اینجا تموم شده دیگه با این خطوط کاری نداریم، میتونیم بیایم یه باد گرم سشوار بگیریم و تمام خطوطی که با خودکار حرارتی زدیم کاملا پاک میشه. به خاطر صدای سشوار ببخشید، میخوام بزنم که کامل شما ببینید که از بین میره.
دیدین کاملا تمیز و یک دست شد. تمام خودکاریا که با خودکار حرارتی زده بودیم کاملا با یه باد گرم سشوار از بین میره.